امروز اومدیم با آنباکس کینگ 2026. یه آنباکس معمولی بدون چالش. همیشه که نباید چالش باشه، هم بدون چالش باشه. پک پربادو داریم اینجا، باد زیاد داخلشه. به اسمم گذاشتم واسه این پک و بازی کن. من که اینجوری دارم صحبت میکنم کارتا رو ببینید چون مرتب با میکنم. خداییش پرایمه، مجیک تومینه از بایر مونیخ. آریان روبن باید باشه یکیش. ببینید فیلیپ لام و جاشوا کیمیش. کارت خوبی از مجیک توین گرفتیم ما دوباره. خوشحالم از این بابت. و مجیک توین این بازیکن و کارت فابیان رویز. پک امباپه آیکون. اینم چی در میاد؟ چی در نمیاد؟ چی در میاد؟ اوه بالوتلی داریم اینجا. راکستار بالوتلی. کارت بعدیش امضای نونو مندس. اینم سونگ پارک سونگ برچسب اینتر. یه دونه برچسب داشت. حالا فعلا نمیدونم ببینیم آنباکس‌ها چی در میاد از اینا. خدایی که خوب کارتایی داره میده. امضای آنجلوتی داریم از تیم ملی برزیل. آقا کدش هم معلوم شد، لعنت بهش. کارت سالاگادو هرچی. این برچسب ببینید پرایم رونالدو شماره 4. آیکانز زیدان برای آنباکس. شما خدایی ویدیو رو نباید لایک کنید، چنل رو ساب کنید. این همه ویدیو دارم میگیرم من. یا خدا رونالدینیو. آقا رونالدینیو خوش. و کارت بعدیش کلاب پاریس. چه روش خطه نمیدونم معلومه توی دوربین یا نه. ببینید یه خط روشه. آره یکم معلوم شد یه خط روشه. حیف شانس ماست ولی خوب. و کارت بعدی دونگا. بذار من برم یه پک دیگه بیارم با هم باز کنیم ببینیم توش چیه. آقا بریم سراغ پک آیکانز ایدن هازارد. ببینیم چه کارتی در میاد ازش. آیکانز هازارد جان چیکار میکنه؟ کارت بسم مومنت داره. رئال مادرید دیوید بکام. و کارت بعدیش تیری آنری زیدان. اینا رو گرفته بودیم برای همین زیاد هیجان انگیز نبود. خب دوستان برای این ویدیو خوشتون اومدش. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.